بعد از 2 روزی بازداشت فرهاد عزیزمد ساکن 27 ساله شهر کلاب، نزدیکانش میگویند که او از بیماری روحی رنج میکشید. مقامات انتظامی کلاب فرهاد عزیزمد را با گمان آتش زدن ارچه سالینوی و حمله به ماموران میلیسا دستگیر کردند. شوهر ما کسل بیماری روحی داره، در وجودش هست. مقصد هم ترما یکم سویتس که در مقصد ششتگی بود، در همونجا در همی اولاد در ودت خوکگی 6 بخواندگی. مادر فرهاد برای دریافت سندی تصدیق کننده آنکه پسرش بیماری روحی است و در بیمارستان طبابت گرفته است به شهر وحدت می رود. در آنجا به او گفتند که چنین سند ندارند. اما همسرش در خانه چند دفعه خروج کردن مریضی روحی شوهرش را یادرس می شود. چمیشه پسر شاید جوجا که سری ما در چیزی مقصد شما بگیرینش دشمن میکرد خمه خوده کمکی بگیرین ای سری ما چیزی میفتم نه سر دایی چی نیست. فرهاد عزیزمد که با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود، سال 2016 هم عفو گردیده تا تمام شدن مهلت جزا مبلغ معین پرداخت میکرده است. همسایه های فرهاد کمگپ شدن و تغییر یافتن وضع روانی او را تصدیق میکنند و میگویند پیش از حادثه قصد گویا آتش زدن ارچه سالینوی همان صبح کارهای غیر عادی نیز کرده است. مسجد همینجا پرسیدم اکایم سو پرسیدم میگم مسجد در رفته جای مولودا بروماده نماز خونده چی کرده گفتیم همون ساعت پیش همین واقعه شیدن قطعی ارگانو مثل چی شیدنش پیش همین شیدن پیش ارچه رفتنش. همسایه های فرهاد عزیزمد میگویند او پس از کوشش ناکام آتش زدن ارچه سالینوی کلاب در نزدیکی های منزلش از سوی مقامات انتظامی دستگیر شده است. منابع در مقامات انتظامی کلاب میگویند هنگام کوشش آتش زدن ارچه سالینوی میلیسای پاسبان پیش راهی فرهاد عزیزمد را میگیرد و او از نزد ارچه میگریزد. میلیسا از پیش میشود و برای دستگیر کردن به خانه اشان میرود. مقامات میگویند که او با کارد به ماموران میلیسا حمله کرده است. کسی ضرر ندیده است. حالا تفتیشات ادامه دارد و دلیلی به این کار دست دادن فرهاد عزیزمد را آشکار نکردند.